نسبت به همه سنترها شیراز رو بیشتر پیشنهاد میکنم. قبولیایی که شاگردام داشتن با نمره، حتی شاگرد آدم که نمره گرفته از شاگردم که تهران بوده بالاتره، با وجود اینکه شاگرد آدم گفت بالاترین نمره شقایبنی که به آدویی داده بودن 9 بوده، ولی تو شیراز شاگرد من 11 رو گرفته بوده. ببخشید اگه 11 باشه نمیدونم، فکر میکنم آره 11 از 15 نمره درست گفتم. بله. پس این بابت نمره دهی. منتظرم ببینم چی میشه، چون حقیقتا دیگه نمیتونم ریسک کنم. تا الان من 20 میلیون پولم به باد رفته. اشکال نداره، میگم منتظر باش. منم اصلا برای همین فعلا منتظرم یکی از شاگردام قرار بره ارمنستان گوتر رو امتحان بده. منتظرم ایشون بره امتحان بده، از جو امتحان بگه و بعد نمرش تا دیگه اسفند ماه میاد که بخوام مثلا اگر اوکی باشه به شاگردای خودم حتی اونجا رو پیشنهاد کنم. ولی هزینه‌اش کفش 40 میلیونه واسه اونجا. ولی کلا خارج ایران بچه کفش 40 میلیونه. این بابت این. خب میریم سراغ آیتم بعدی. بچه تایل دوم مکالمه است. من اینو اول توضیح میدم بعد شروع میکنیم به صحبت. تایل امتحان B1 تایل دومش پرزنتاسیونه. تمام امتحان ها گوته، اوسته و همچنین تلک این بخشه رو داره. به علاوه این که بچه اگه بخواید تلک B1 رو امتحان بدید شما توصیف تصویر رو هم دارید. بچه‌هایی که خارج ایران هم هستن همینطور. ولی بچه‌هایی که توی ایران اوسته امتحان میدن یا خارج از ایران گوته رو امتحان میدن همین دوتا تایله. یه تایل دیگه داره که اسمشو من نمیذارم واقعا تایل. اینجوریه که من پرزنت میدم، پارتنرم باید یه سوال از من بپرسه نسبت به قولی پرزنت من نظر بده. این اسمش تایل نیست واقعیتش، ولی خب یه تایل محسوب میشه. و نکته بعدی که وجود داره، آزمون گیرنده از شما یه سوال میپرسه و سوالات آزمون گیرنده همیشه کلیه. توی این آیتم بچه‌ها تم ها ثابته، یعنی اگه تم 10 سال پیش بوده با الان یکسانه. من 3 تا از تما رو انتخاب کردم. تم اولی رو با هم کار میکنیم، نکاتش رو میگم و بعد آیتمی که به وجود میاد بقیه رو براتون متنش رو گذاشتم که اگر فایل رو دانلود کرده باشید داخلش هست. همیشه برای اینکه اعتماد به نفستون بیاد بالا باید از آیتمی که بلدید شروع کنید. همیشه کسایی که میخوان شقایبن قوی داشته باشن اول باید مکالمه قوی داشته باشن. من اینو همیشه میگم چون شما الان دیدید تمام تکنیکایی که من برای مکالمه گفتم باید تو بنویسی، تکرار کنی، تمرین کنی، بدونی میخوای چی بگی از همه مهمتر و بعد بنویسی. و هر چیزی لم کار بیاد دستتون بچه‌ها، ما اولش ترس داریم از مکالمه. الان همتون اینجا امشب اونایی که صحبت کردیم باید نصف ترستون ریخته باشه. اگر غیر این بوده میتونین به من بگید. و میبینید اون حرف زدن حتی به غلط هم داری حرف میزنی خودش اوکی میکنه و مسئله رو به قول اون ترسه رو میبره پایین. باید این ترسه بره کنار و هرچی اعتماد به نفس شما بیشتر میشه، بیشتر حرف میزنی، این ترسه میره کنار. ولی همیشه روز امتحان بچه استرسه هست، یکی رو خیلی میگیره یکی رو خیلی کم میگیره. این درصد دیگه دست من نیست. جو امتحان، روز امتحان، گلا بروتون دستشویی داشته باشی نداشته باشی، تشنت باشه، جرأت بکنی، آب بخوری نخوری، نگاه آزمون گیرنده کنی، ترس بیاد تو وجودت، همه اینها هست. من سال اولی که امتحان دادم خب توی بحث کرونا بود، خیلی شرایط عجیب طوری بود. من مثلا از صبح امتحان داشتم تا بعد از ظهر مثلا ساعت 4-5 نوبتم بود برای مکالمه و اون موقع مثل الان نبودا کلاس آمادگی آزمونی قبلش بذارن تا پارتنرتو پیدا کنین. یکی از پوانای مثبت شیراز اینه، بقیه شهرها رو نمیدونم، برای شیراز و مؤسسه آنجل که اینا شعبه اصلی ان، قبل از برگزاری بچه‌ها امتحان یه کلاس آمادگی آزمون یه 5-6 روز قبل میذاره. خوش شانس باشی پارتنرتو پیدا میکنی. تا این لحظه من 3 تا از شاگردام پیدا نکردم و با اجازهتون رندوم اومدن با قبلی و بعدی خودشون حرف زدن که یهو با اونا افتادن و این طی شانس و سابقتونه که حالا ببینید شرایط چجوری باشه ممکنه پیدا کنی. و یه چند تا نکته دیگه بگم در مورد تایل اول که یادم رفت. هیچ وقت شما اجازه ندارید سر تایل اول به کسی درس یاد بدید. آقا تو داری اشتباه میگی، تو فلان جمله رو گفتی. کارش نداشته باشید تایل و اشتباه متوجه شده یا نشده. بچه شما زمانتون توی الان این آیتم دیدید 3 دقیقه تا 4 دقیقه است. اگه شما قرار باشه تو مکالمه خیلی چیزا بگید یا حتی داری با طرف تمرین میکنی یه سری نکات میگی، بچه شاید نکات شما رو گوش نده. طرف میره با یکی که قبول شده طبق تجربه ای که به دست آورده میاد برای شما یه سری چیزا رو تعریف میکنه، فکر میکنه به شما بگه اوکیه. یه سری دیگه از آدما میگن که
قبلا هم به سپید اینو گفته بودم و خودش نقل کرد، گفته بوده که آقا تایل 1 رو گرامری استفاده کردی، تو تایل 2 استفاده نکن. بچه این مدلی نیست، هر تایل نمره خودشو داره. دقیقاً اتفاقی که برای زبان آموز من افتاد، امتحان B2 داشت، گفت استاد من تایل اول در نقش دانشجو بودم، توی تایل 3 توی بحث B2 اینه که باید مخالفت ایجاد بشه و موافقت، یعنی یه بحثی سر یه موضوعی. گفت خونه خریدم بود. خب خونه تو آلمان خیلی گرونه. گفت من باید میگفتم بخریم به نفعمونه. بعد طرف در اومد گفت جمله کم آورد دیگه، از جملات خود کاغذه استفاده نکرد که بعد میگفت. گفت به من در اومد گفت تو که گفتی که دانشجو چجوری پول داره؟ هیچی پول نداره. گفت من اینجا من اون توی اون تایل دانشجو بودم، من الان شغل دارم، کی گفته که من شغل ندارم؟ گفت دیگه هیچی نگفت. و حواستون باشه هر تایلی که تموم میشه تموم شده. اینم از این مورد. خب تم اول که انتخاب کردم Das Leben auf dem Land oder in der Stadt هستش، یعنی زندگی در شهر، در حومه شهر. خب وقتی میخواین این تمو شروع کنیم به تمرین کردن برای پرزنتاسیون که بتونین حرف بزنین، اول باید ببینید چه چیزی تو ذهنت میاد. اول به فارسی سرچ کن ببین چی بلدی بگی. توی شهر بزرگ، امکانات زیادی داره، شهر شغل بیشتری داره، تفریحات بیشتری داره، شلوغ، پر سر و صدا. من اینا رو یادم اومد. حالا میخوام اینا رو به آلمانی بگم به عنوان یه زبان آموز B1 که سطح مکالمه‌ام 0. خب الان باید برم همش رو سرچ بزنم. خب میرم سرچ میزنم، قلمبه سلمبه ترین کلمات رو مینویسم توی بحث شلوغی، ترافیک، هر چیز دیگه که هست. میخوام اینو بهتون بگم، این جملات هیچ وقت تو ذهنتون بچه‌ها نمیمونه. کاری که باید انجام بدید، اول باید برید سراغ کتاب هاتون ببینید چه چیزی در مورد شهر گفته. بله اگه من بگم یه شهر خوشگله، مثلا دی اشتاد ایست شون، خیلی خوبه برای کسی که سطح 0. باید بتونم این جمله‌ای که گفتم رو ارتقا بدم. Ich finde zum Beispiel jemandem oder man lebt auf dem Land besser als in der Stadt weil شد سطح آدو. دارم فعل بدایه حرف میزنم، ممکنه هر ایرادی داشته باشه بچه‌ها، منم مثل شما ممکنه خطا کنم. یا مثلا میگم که auf dem Land gibt es zum Beispiel Bioessen, zum Beispiel Kräuter, zum Beispiel gute Luft und andere. هر چیز دیگه‌ای که توی روستا هست. باز یادم نمیاد، مراجعه میکنم به کتابایی که خوندم، باز یادم نمیاد، همینو سرچ میزنم توی اینترنت. ولی توی اینترنت بچه‌ها جملاتش ساده است، باید من گرامر رو ترکیبش کنم. این تکنیک بهتون خیلی کمک میکنه. خب این میشه تازه من ذهنم داره در مورد لبن auf dem Land و in der Stadt آپدیت میشه، یعنی تازه داره بهش ورکشاتس میدم. کار بعدی که باید انجام بدم، باید ببرمش تو چارچوب پرزنتاسیون. چارچوب پرزنتاسیون چی میگه؟ چارچوب پرزنتاسیون میگه خانم و آقایی که میخواد صحبت کنه باید به این موارد توی صحبتش بپردازه که حالا اگه بخوام کاغذ امتحان رو نشونتون بدم، مربع کشیده نوشته که مثلا اینجا باید تجربه تو بگی، اینجا باید حالا تجربه که توی کشورتون هست رو بگید، بعد حالا فایده و ضررش بگی، در انتها حالا یه خروجی بگیری یا نظرتو بگی و بعد تشکر کنی. این میشه یک آیتم. ولی چیزی که از همه مهمتر وجود داره، اول از همه باید تمتون رو معرفی کنین که تمتون چیه و اکثرا توی اون کادرها نمیگه. بعد از اینکه تمتون رو معرفی کردید، توی قسمت بعد باید به این بپردازید که حالا اون تمی که شما دارید چه تجربه‌ای راجبش دارید. بعد از این دیگه دست خودتونه کدومش بالا بیاد کدومش پایین بیاد، به ترتیبی باشه که روی کاغذ امتحانتونه چه جوری باشه. توی هر کدوم از اینا که دارید حرف میزنید نهایتاً 2 جمله بچا کافیه و در نهایت شما بخواید صحبت کنید با مکس های طولانیتون و همچنین با پازه هایی که بین صحبتتونه، نهایتاً شما در عرض 5 دقیقه دیگه تمومه صحبتتون. خیلی بخواد طول بکشه ولی هرچی کمتر باشه بهتره. حالا قدمیتل هایی که استفاده میشه بچه ثابته، همتون میتونید اون اصطلاحات رو برید سرچ بزنید پیدا کنید، ولی گرامر هایی که اون وسط ترکیب میشه، نحوه جملاتی که استفاده میکنید مهمه. آقا یکی دوست داره بگه که meine Präsentation besteht aus، یکی دوست داره بگه که ich würde über das Thema bla bla präsentieren.
دلیلش هم همون ابتدا میاره و بعد شروع میکنه، چون شما روزی که امتحان دارید 2 تا پرزنتاسیون دارید که یکیشو انتخاب میکنید و در موردش صحبت میکنید. و پس من پله به پله گفتم. یک، چجوری تمو اول تو ذهنتون شروع کنید به جمله سازی. بچه هرچی جمله سازیتون ضعیفتر باشه فشاری که بهتون میاد بیشتره متاسفانه، و هرچی ورد شاتستون کمتر باشه سخت‌تر راه میافتید. ولی بچه از سطح پایین بیایید بالا. مثلا همین جملات ساده‌ای که گفتم اصلا نگید ساده است، چون هرچی به خودتون بخواد فشار بیارید سنگینش کنید، بدون دلیل سنگینش کنید، از ذهنتون میپره و مجبور میشید بخشایشو حفظ کنید. و 2 تا نمونه پایین قرار دادم و 2 تاشون اگر دقت کنیم، مثلا اولی گفته Das Thema meiner Präsentation ist، پایینی هم همینو گفته Das Thema meiner Präsentation ist. ولی بچه بقیهش که از ادامه شروع میشه میره تا پایین تا تمومش میکنی متفاوته، یا حتی انتهای دومی با انتهای اولی فرق داره. پس این باعث میشه که تو بحث نمره دهی هم خب قطعا نمره حالا هر کسی بهتره دیگه نسبت به گرامر، ورد شاتس و نحوه ارائه. این تا اینجای پرزنتاسیون. و یه نکته الان میخوام ازتون 5 تا جمله در مورد آفدملاند و ایندرشتات بنویسید همه، و صداتون میزنم که ارائه بدید. عزیزانی که آمادن ارائه بدن. اوکی؟ پس 5 تا جمله. چرا 5 تا؟ و لطفا خواهش میکنم هیچ سرچی نزنید. حالا من در عین واحد صحبت کردم، هیچ ایده ای نداشتم. الان بشینم فکر کنم شاید یادم بیاد. و یه چیزی که وجود داره، چرا 5 تا؟ جمله اول، دوم، سوم راحت میاد تو ذهنتون. اون 2 تای آخر با سختی، با دشواری به ذهنتون میرسه. همیشه اگه میخوای ببینی یه تمی رو بلدی 5 تا جمله راجبش بگو. میخوای ببینی پرفکت بلدی 5 تا جمله بگو. میخوای ببینی با وایل میتونی حرف بزنی 5 تا جمله بگو. چون 3 تای اول طبق تجربه همیشه راحته، 2 تای آخر مثل چی میگن سخت این حالت ممکنه. اینم از سوال. اصلا من یه سوالی دارم ببخشید. بفرمایید. شما گفتین که حالا این مشکل اصلی من ورشاتم هنوز توی آدو قفل کرده، خب یعنی همون سطح. بعد گفتین که اینجا خیلی نقش مهمی داره. من این ورشاتم و حالا کلمات رو حفظ میکنم دیگه، چه کاری انجام بدم که اینا توی ذهن من بمونه؟ ورشات چجوری افزایش پیدا میکنه؟ یه واژه براتون مثال میزنم. مثلا بیبلیوتک. من میگم که ich lerne eine Zeitung in der Bibliothek. Ich kann heute ohne meine Mutter Deutsch in der Bibliothek lernen. Ich kann sowohl Deutsch als auch Persisch in der Bibliothek lernen. Ich würde gern dieser Tag sowohl Deutsch als auch Italienisch in der Bibliothek lernen. Ich finde, dass ich heute eine neue Fremdsprache in der Bibliothek verlesen kann. الان چی شد؟ هم گرامر رو استفاده کردم و مثل شما همه دارم مکس میکنم که جمله بگم، و همچنین یه سری کلماتی که مثلا به بیبلیوتک میتونستم ربط بدم و گفتم. یا مثلا ich würde gern zum Beispiel heute ein Buch leihen. خب قرض گرفتن رو آوردم با مثلا آیتم بیبلیوتک. ولی چه چیز دیگه‌ای باعث میشه که کلمات تو ذهنتون بمونه؟ هیچ چیزی به اندازه حرف زدن نیست. مثلا من الان با بیبلیوتک جمله ساختم، همین 1 ساعت بعد یا فردا صبح اگه کلاس داشته باشم اینا یادم میاد. درسته؟ حالا مثلا میخوام بیام در مورد همین تمی که اینجا دارید صحبت کنم. In der Stadt gibt es viele zum Beispiel verschiedene Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel ich liebe in der Stadt zu leben. Zum Beispiel weil es viele zum Beispiel positive Punkte in der Stadt gibt. درسته؟ توی قبلی مثلا اینفینیتیو میتسو رو استفاده کردم، توی این جمله وایلداس رو استفاده کردم در حد در حد سطح B1 میشه.
یا مثلا نمیدونم چرا الان ذهنم قفل شده، اصلا توی ایندرشتات و auf dem Land هیچی برام نمیاد. دیگه ولی میتونین ترکیب کنین، یعنی باید انجام بدید هرچی. الان مثلا شما امشب اومدی با سپیده صحبت کردی، قطعاً دیگه آقای مرتضی ترسی برای حرف زدن راجع به اون تم نداره. ولی همین الان بگم بیا در مورد اون غذا درست کردنه که گروه بعد حرف زدن صحبت کن، شاید مکست طولانی تر بشه، شاید ذهنت باید بیشتر فکر کنه چه جمله‌ای بیاد براش. و طی زمانه بچه‌ها، مکالمه طی زمانه و یه سم بزرگی هم هست به اسم رها شدن. اگر رهاش کنی مکالمه رو فقط 1 روز کافیه برای اینکه برگردی به حالت کارخونه، مگر اینکه بچه‌ها تو محیط باشید و در تعامل باشید. یه چیزی استاد، من تا فکر میکنم یه هفته پیش تقریبا دیگه یه چند تا لول اومده بودم بالاتر، نزدیک به 1 شده بودم. خب بعد با اینکه هر روز تمرین داشتم، اما خب خودم حس کردم که برگشتم به عقب. متاسفانه آلمانی حرف زدن با فکر حرف زدن برای ما ایرانی‌ها، چون هممون در مرحله اول باید امتحان بدیم و در مرحله دوم اتفاقی که میفته این هستش که نمیتونیم بدون فکر حرف بزنیم. شاید توی فارسی ما همینجوری پشت سر هم داریم حرف میزنیم، ولی بر فرض مثال من الان به شما میگم که فایده تو روستا زندگی کردن چیه یا فایده در شهر زندگی کردن چیه، همین الان هممون تو مکس طولانی فرو میریم که چه آپشنی داره روستا، چه چیزی بگم، مثل انشا نوشتنه، مثل همچین آیتمی میمونه آلمانی صحبت کردن. و بعد از اون این مرحله میاد وسط که چه گرامری رو استفاده کنم. منم مثل شما بچه‌ها، من الان هیچ چیزی جلوم نیست بگم حفظ کردم اومدم اونو بگم. تنها کاری که من قبل از کلاس انجام دادم فایلا رو حاضر کردم. کلاس ساعت 9 تا 10:30 نیم ساعت به قطع و وصلی خورد که من حتی نمیدونستم این کلاس رو بیام قطع و وصل میشه یا نه، که اصلا علتش هم نمیدونم چیه. دیگه نشد اون کلاس رو برگزار کنم، نشستم فایلای کلاس امشب رو حاضر کردم. یعنی قرار بود اصلا با فایل خود کتاب بیام سر کلاس، ولی مثلا تونستم حاضر کنم. میخوام اینو بهتون بگم، همه همینن و زبان باید بهش زمان بدید و حرف بزنید. اگه میتونید پارتنر پیدا کنید، پارتنر هدفمند. اینجوری نباشه که اوکی حالا امشب خستم بوده، فردا شب بیمار شدم، نمیدونم مهمون دارم، فردا میخوام پارتی، اینا رو بذارید کنار. خب توی این فاصله کسی هست نوشته باشه در مورد das Leben auf dem Land und in der Stadt؟ اوکی، سپیده. آقای فاتح اگه اشتباه نگفته باشم شما هم هستید، من صداتون میزنم نرید جایی. من فعلا سپیده رو بیارم، میخوام تو سطوح مختلف بچه ها صحبت کنن اگر بیرون نرفته باشه. دوربینشو بس آقای رحمانی. آقای رحمانی بس صحبت کنید. خب fangen Sie bitte an سپیده. sagen Sie nur 5 Sätze. dankeschön. ببخشید اون اولش رو دیگه نگم، نمیدونم این meine Präsentation رو. Nein. Sie würden gern auf Deutsch nur 5 Sätze über das Thema sagen. Okay. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich früher vor einer Weile mit meiner Familie auf dem Land gelebt habe. Wegen der Arbeit meines Vaters. In meinem Heimatland wandern heutzutage viele Menschen zur Stadt aus, weil es in der Stadt viele Möglichkeiten gibt. Laut einer Studie wandern jährlich ca. 5000 zur Stadt aus. Zu diesem Thema kann man viele Vor- und Nachteile zur Sprache bringen, dass ich manche von Ihnen sagen möchte. Beispielsweise, wenn man auf dem Land lebt, kann man saubere Luft verwendet, besonders die Menschen, die krank sind. Dankeschön. یکی از ظرفاتو بگم؟ بله. انگار حفظ کرده بودی. نه واقعا. نه.
چیزی که من حس کردم و گفتم. خوب گفتی، جاهایی که روون بودی و سری میرفتی، جاهایی که میخواستی ببینی گرامر درسته غلطه نونزاست میشه نمیشه مکس میکردی. نگاه بچه وقتی قراره مکس کنین از اول تا آخرش باز آروم آروم شمرده حرف بزنین. اگه قرار سری بگی سری بگو. من دارم اون نفری که داره تو رو میبینه بچه ها یه بار شما رو میبینه، تمام. آزمون گیرنده شما رو یه بار میبینه. حالا کارفرما که بنده خدا براش مهمه حرف بزنی، حالا متوجه بشی. و یه سوال دیگه، کاغذت روز امتحان پر از جمله بوده یا خالی از جمله بوده؟ نه استاد، من اینجوری نوشته بودم که مثلا برای ارفاقون در حد کلیدی کلمات کلیدی. اوکی، پس مشکلی نیست. ولی اینجور اگه حرف زدی روز امتحانت یه چیز شک برانگیز برای آزمون گیرنده است. و در مجموع نیاز نیست خیلی جملات در حد B1 چیز B2 باشه، در همون حد B1 اساس اوکیه. مرسی، متشکر. بریم سراغ آقای رحمانی. آقای رحمانی بیا در مورد سطح خودت به ما بگو، همون در مورد شهر و آفتملاند. صدای منو داری آقای رحمانی؟ اگه صدامو داری دوربینتو لطفاً روشن کن. آقای فتاح رحمانی، هالو. همین الان بالا بودین که تصویرتون رو من داشتم. خب تو این فاصله من الهه رو تصویر هست صدا نداره. تصویر از صدا نداره؟ بنده خدا صدا داشته، میکروفونش بسته است. آقایان کلاس خیلی کم رنگی. اوکی بریم سراغ الهه. نفراتی که میخوان صحبت کنن بچه پایین اسمتون رو بنویسید من صداتون بزنم. اوکی الهه، فانگن زیبیت آن نوع فونف زدسه 5 تا جمله ارائه نیست، فقط میخوام اوکی 5 تا جمله‌تون رو بشنوم. دانکشون. اوکی استاد صدای من ندارید؟ الان صداتون رو دارم. اوکی شد. بذارید الهه بگی بعد بیاید بالا شما هم بگید. دانکشون. دست بدم پا زدم صدام ندارم. Okay, das Leben in der Stadt und auf dem Land hat seine eigenen Vorteile und Nachteile. Zum Beispiel bietet das Leben in der Stadt mehr Freizeitmöglichkeiten. Es ist moderner und in Bezug auf Medizin und Bildung fortschrittlicher, aber es ist sehr laut und überfüllt. Auf dem Land hingegen ist es ruhig und die Luft ist nicht verschmutzt und es gibt mehr biologische Lebensmittel. Genauso, sehr gut, danke. Biologische Lebensmittel bedeutet Bioprodukte, okay? Ja. Oder Bioessen. Dankeschön. Ja. Und haben Sie etwas fragen? gerne. اوکی دانکه. در حد B1 بودی. اگه امتحان B1 داری اوکیه. ولی آلمان توقعش از آلمانی حرف زدنتون 2 برابر بچه‌ای که ایرانن. یا hallo, bitte sagen Sie über das Thema. nur Sätze چون سطحتون رو میدونم جمله بگید اوکیه. من؟ بله شما. Okay. Hallo, ich wohne in Berlin. Gibt es schönes Plätze in Berlin, Beispiel eine Brandenburg-Tour. Das ist eine schöne Platz, die viele Leute des anderen Landes hier kommen und sehen das Platz. Und ich habe eine sehr nette Nachbar. Mein Raum, gibt es eine Fenster und meine Blick auf mein Fenster ist sehr schön. Und habe ich eine sehr nette Nachbar. Ich habe gestern gegangen. Leider habe ich nicht keine Zeit zu kochen und sie hat eine tolle Suppe gebracht zu mir und
dann wir haben hier viele alte Männer oder alte Frauen in Dankeschön. meiner Stadt. الان سطح آدو رو شروع کردید؟ صرف صفت‌ها رو خوندین؟ نه هنوز نرفتم. در مجموع 70% نسبت به سطح آ1 خیلی خوب بود و چیزایی که استفاده کردید نسبت به آ1 یه چیز اوکی بود و نکاتی که در مورد شهرتون گفتید طبیعیه، یعنی کسی که بخواد در سطح آ1 حرف بزنه همینه. Aber ich habe eine Frage. Welche negativer Punkt gibt es in Berlin? Das, meiner Meinung nach ist Berlin eine internationale Stadt. Das gibt es in viele Sprachen. Hier du kannst Englisch oder Deutsch sprechen mit allen Leuten. Danke. Und es ist sehr schlecht für Sie. Ja. Aber ich glaube, das ist gute Punkte für Sie. Und Sie können mit anderen verschiedenen Regionen über etwas zusammen sprechen oder diskutieren. Genau, ich stimme hier so. Sehr schlecht, okay, danke. هر کسی یه نظری داره. جالب بود که این برات یه چیز خیلی سخت بود. خب مرسی از 12 نفری که ساعت 12 حضور داشتید سر کلاس. طی 2 روز آینده بچه‌ها ویدیو رو میذارم. مرسی از آقای رحمانی که صحبت کردی. خواستم به بقیه بگم که حتی در سطح کم هم میشه صحبت کرد و هرچی خودتون رو بیشتر مجبور کنید با آیتم هایی که توی درس های مختلف دارید، یعنی درس یکتون ورزش، درس دوتون در مورد اینی که زبان چجوری بخونید، اینا در موردش حرف بزنید بچه مکالمتون قوی تر میشه و حتما سعی کنید که دو طرف جریان رو بگیرید، هم مکالمه بخونید، هم گرامر، هم کلمه و اگر لولتون داره میره بالا 4 مهارتتون رو حواستون باشه و روی این آیتم ها کار کنید، چون بچه ها به شدت روی امتحانتون، تایمی که امتحان دارید تاثیر میذاره. یعنی کسی که مثلا فردا صبح تصمیم میگیره بره به 2 امتحان بده ولی تا به 2ی که خونده هیچ کدوم از این کارا رو انجام نداده، مطمئن باشید که بزرگترین ضربه رو خواهد خورد. اگر کسی سوال داره فقط 1 سوال رو جواب میدم، میتونه بپرسه. هر کسی که زودتر اون دسته کلیک کنه. بفرمایید. سپیده اصلا امشب همه سوال داره. استاد الان مثلا یه سری موضوعا مثل همین یا اون که من سر امتحان داشتم موضوعش وده او دا ونون بود. خب اینجوریه که باید برای هر کدوم یه ناختایله فورتایله بگیم دیگه. آره. مثلا برای یه دونه، برای اشتات یه دونه. درسته. اگر مثلا 2 پهلو باشه تمتون، بله مثلا البته بیشتر تما 2 پهلو میشه، مثلا زندگی بعد از 18 سالگی به صورت تنهایی. خب شما باید بهش اشاره کنین که بعد از 18 سالگی اگه بخواد با خانواده باشه چی میشه. و مثلا همینجا الان 2 پهلوه دیگه، باید هم به لبن توی ایندرشتات پرداخت، هم اوف دم لاند و جوری باشه که صحبت میکنین نشون بدید بچه‌ها جمله از خودتونه، جمله حفظ نیست، یا اگه داره همون لحظه ساخته میشه. اگه خیلی نشون بده حفظیه، چون هر چقدر بگید اون کاغذتون رو آزمون گیرنده میبینه و چقدر نگاه میکنید بهش. اینم بابت این موضوع. مرسی که از همگی حضور داشتید. امیدوارم نکات امشب براتون کاربردی باشه و ممنون میشم توی کانال عمومی نظرتون رو برای ما بذارید واقعا و انرژی مثبت. گاهی وقتا حس میکنم که دیگه داره واسه ما وظیفه میشه با یه سری پیام هایی که از بعضی از افراد میگیریم، به همه نسبت نمیدم ولی باعث میشه خستگی تو طول روزم تو تنم بمونه واقعا، چون گاهی وقتا میگم ولش کن دیگه کلاس رو نذارم ولی خب نمیشه واقعا، چون واقعا یک بحث بیزنس ستوری دارم میسازن از فقط آمادگی آزمون و سعی کردم نکات رو تیکه تیکه بگم، ولی نکات پرزنتاسیون که امشب تدریس شده جلسه آینده پرسش پرزنتاسیونه و دیگه تمرینی از پرزنتاسیون نخواهیم داشت. و مرسی که حضور داشتید. امیدوارم بهترین ها براتون اتفاق بیفته و هر جا هستید آرزوی موفقیت دارم و اینکه زودتر بتونید مدرکتون رو بگیرید. Ich hoffe, dass alles gut geht und schöne Nacht. خیلی ممنون.